1 میلیارد سکه مخفی تو همستر. تو قسمت مورس یک سری کلمات هستش که باید پیداشون کنی. پیجم فالو کن. اگه تو هم میخوای مثل من 182 تا فرند همستر جمع کنی تا آخر ویدیو با من همراه باش. سلام عزیزان، خیلی خوش آمدید به کانال خودتون. بچه‌ها همونطور که اول ویدیو رو مشاهده کردید، همونطور که طرف کد زد 1 میلیارد سکه همستر گرفت. تاکید میکنم به صورت هندکم بود و کد زد 1 میلیارد سکه همستر هم گرفت که کسی نگه فتوشاپ و این چیزا هم هستش. بچه‌ها این کدا چجوری به دست میاد؟ داستانش رو بهتون توضیح میدم که دلیلش چی هستش و چجوری واقعیت داره یا نه. و از همه مهمترم که خیلیتون دنبال کلا فرند همستر هستید، بهتون یاد میدم چجوری من خودم 182 تا فرند همستر جمع آوری کردم. خودتون هم همونطور که در جریان هستید برای باز کردن یه سری از کارتایی که ماین میکنه برامون نیاز به فرند داریم. مثلا بعضی از کارت 3 تا فرند میخواد، بعضی از کارت یه دونه فرند میخواد و به خاطر همین برای این کارتایی که باز کنیم نیاز به فرند داریم که دغدغه اصلی داخل همستر هم همون فرند هستش که خیلی هم که با همستر آشنا هستن یک بار روی یه لینک کلیک کنی و فرند اون زیر مجموعه میشی و خیلی سخت است که فرند پیدا کنی. و داخل این ویدیو بهتون توضیح میدم من خودم چجوری تونستم 182 تا فرند پیدا کنم. خیلی کارش آسون و راحت هم هستش، بهتون یاد میدم. پس تا آخر ویدیو با من همراه باشید. اول بریم سراغ این داستان همین کده که 1 میلیارد سکه همستر گرفت. بچه 1 میلیارد خیلی هستش. همون لحظه دیدید که سطحش رسید به لورد همون سطح آخری که کلا 1 میلیارد سکه داره، ولی خب پروفیتش 1 میلیارد نشد بچه. پروفیتش صفر بود و هم باید اون 1 میلیارد سکه رو خرج پروفیتش میکرد. حواستون به این موضوع هم باشه، اگه دقت نکردی یه بار دیگه بری ببینید پروفیتش خیلی کم بودش و به خاطر همین بهتون توضیح میدم. دوستانی که با کانالم آشنا شدن، تنها حمایت بزرگی که از من میتونی کنی دکمه لایک رو بزنی تا این ویدیو به افراد بیشتری نشون داده بشه. عشقای مریض، بریم سراغ این کد مورس که بهتون بگم. بچا این کدای مورسی که مخفی هستش، همونطور در جریان هستین دو دونه کد مورس داریم بچا. یه دونه کد مورس 1 میلیونی که جایزه روزانه است، مثل همون کمبا که پیداشون میکنی که 5 میلیون بهتون میده. 1 میلیون کد مورس هستش. و این کد مخفی چی هستش؟ داستانش چیه بچا؟ این کد مخفی اونجوری که من پیگیر شدم داستانش چجوری هستش، برای 300,000 نفر هستش که این کدو میزنن. این 300,000 نفر بچا جزوی از کلا چی رو بهتون بگم، سطح بندیشون نسبت به سطح‌های دیگه بالاتر هستش، مخصوص کسایی هست که داخل سطح لورد پلی میدن و به خاطر همین کد مخصوص اونا هستش. حواستون به این موضوع باشه. حالا چجوری این کد رو دریافتش کنیم که ادامه مراحل ویدیو بهتون میگم. و از همه مهمتر که براتون بتونم گفتم فرند چجوری پیدا کنید، اونا رو هم بهتون میگم. و تا یه چیزی در مورد اینم بهتون بگم که تا اینجا ویدیو اومدیم، اینه که یه سری میگن آقا همستر کی لیست میشه. همستر فکر کنم یه تقریبا آخر وسطای تیر تا آخرای تیر میگن همستر لیست میشه، ولی خب فعلا ماین کردن ادامه بدید. حالا به زودی من یه ویدیو دیگه درست میکنم چجوری پروفیتتون رو خیلی افزایش بدید. توی یه روز پروفیتتون رو 1 میلیون افزایش بدید. خیلی آسون هم هستش اون را. و پروفیت منم در جرنسی میبینید 1 میلیون خوردی هستش و ساعتی 1 میلیون به من سکه بهم میده. خیلی خوبه از این لحاظ و بهتونم میگم با چیکار کنید. و قیمت همستر یه سری خیلی شایع شده، چه داخل تلگرام، چه داخل اینستاگرام، چه داخل یوتیوب. شایعات زیادی هستش که آقا قیمت همستر هر 1 میلیون همستری که داشته باشی میگن مثلا $500 $1000 از این حرفا. ولی خب بچا یه چیزی که آمار اصلی که من دستم رسیده و میگن خیلی معتبر هستش بچا، میگن که آقا هر چقدر که تعداد سکه دارید 5 تا صفراش بندازید، ضرب در پروفیتتون کنید. وقتی زمانی که ضرب در پروفیت میکنی یه عددی به دست میاد، اون عدد رو ضرب در میگن 32. یه سری دو تا از خفن ترینا که داخل این حوزه هستن 2 تا عدد دادن، گفتن قیمت همستر این حرکتی که من انجام دادم و که هر چقدر عددش به دست اومد ضرب در یا 32 سنت میکنی یا 35 سنت میکنی. یکی از این عددها هستش که میگن آقا پول همستر. ولی خب 100% به صورت رسمی نیستش. یکی این دو تا عددی که بهتون دادم واسه 2 نفرن که تو این حوزه بسیار سنگین کار میکنن و اطلاعاتشون از ما خیلی بسیار هستش. به خاطر همین گفتم شما رو هم در جریان بذارم. ولی خب هنوزه همستر توی یه سری از صرافی‌ها لیست شده. البته یه سری از صرافی‌ها نامعتبر هستش، حواستون به این موضوع باشه. بچه‌ها یه سری‌ها میگن که آقا کلاهبرداری زیاد شده اینا. بچه‌ها به هیچ عنوان الان همستر فروش نمیره، فعلا اصلا به فروش نمیره. حواستون باشه. یه سری کلاهبردارا میان کلا اکانت همسترتون میگیرن چقدر سکه داشته باشید. گفتم شما رو در جریان بذارم. فعلا همستر لیست نشده. زمانی که لیست شد من داخل چنلم 100% اعلام میکنم که شما با خبر باشید. و شرایط فروش هم بهتون میگم که چجوری بتونین این کوینایی که همستر هستش رو
تبدیلش به پول کنید. اینا رو هم بهتون میگم، خیلی اونم آسون هستش و خیلی هم که اصلا کلا نات کوین کلا جدی نگرفتن، همستر رو تو الان میتونید جدی بگیرید. و بچه داخل این چنل فقط مخصوص همستر نیستش، کلا بیشتر کلا یه ترندی هستش که یه کسب درآمد جدید توی این دنیا راه افتاده که با یه کلیک کردن ساده با یه گوشی هم تلفن همراه میتونی پول در بیاری و داخل چنل هم مختص به این هستش. حالا سعی میکنم ربات‌های مختلفی رو بهتون آموزش بدم، کد مخفیش رو بهتون بگم، راهکارهای مخفیش رو بهتون بگم. فقط مختص همستر نیستش، همستر و بلوم و بعد تپ سواب و اینا که باید لیست بشه. یه سری کلا یست کوین هم هستش، یه سری دیگه چیزای جدید اومده که بهش میگن فاز دوم و سوم همستر هستش، یعنی زیر مجموعه اینا همسترن و اونا رو هم بهتون اوکی میکنم براتون اگه مشتاق باشید ویدیو رو بسازیم. خب حالا بریم سراغ فرند، چجوری داخل همستر کمد فرند اضافه کنیم و این کارت رو بتونیم بازش کنیم. بچه یه راهی که وجود داره، این راه تضمینی هستش ولی خب با احتیاط باید انجامش بدید و بیشتر از 2 بار هم نباید این کار رو انجام بدید، چون بیشتر از 2 بار 100% بند میشین. حواستون به این موضوع باشه. اول اینکه داخل تلگرام میخواید اوکی کنید، یه خط جداگانه باید اوکی داشته باشید، یه خطی که اصلا همستر رو تا الان توش باز نکردید. حالا خط دیگه آشنایی، فامیلی، دوستی، چیزی حتما دارید. اوکی دیگه تو ایران دیگه خط دوم همه دارن. و شما چیکار میکنید؟ وارد سایت گوگل بشید، گوگل باز کردید، داخل گوگل بنویسید تلگرام، تلگرام رو باز زدید، یه سایت براتون میاد بالا. سایت واسه خود تلگرام هستش، اولین سایت که بدون نیاز به اپلیکیشنی که باز کنی دانلود کنی، راحت میتونی وارد این سایت بشی و اونجا لاگین کنی و اونجا وارد تلگرام بشی از طریق خود سایت، مثل پی سی میمونه اینطوری. و بچه اونجا لاگین میزنید و وقتی که لاگین زدید دیگه شرایطش مثل خود تلگرام هستش، دیگه فکر نکنم نیاز به آموزش 100% داشته باشین، اینا رو دیگه خودتون بلدین. لاگین میکنین، شماره تلفن همراهتون رو میزنین و همه چی اوکی میشه، یه کریت اکانت اوکی میکنید. بعد دیگه آقا کریت اکانت کردید، شما لینک میدید دیگه برای خودتون میاد، تلفن همراه دوم شماره‌اش داشته باشید، براتون میاد آقا شماره دومتون وارد تلگرام شده و اون لینکی که میخواید رو میدید به شماره تلفن همراه دومتون که وارد تلگرام شده و از طریق سایت باز دوره میرید داخل پی وی و وارد اون لینک میشی و وارد همستر میشی و یه دونه اینجا فرند بهتون اضافه میشه. بچه این حرکت رو میتونید دوباره اجرا کنید، باز دوره همون اکانتی که درست کردید با شماره جدید از دوباره دیلیت اکانتش کنید و یک بار دیگه لاگین کنید و بعدش یه بار دیگه میتونید اکانت تلگرامتون رو بسازید و همون مرحله رو دوباره تکرار کنید و دوباره اینکه تکرار کردید دیگه بیشتر از 2 بار نمیشه، چون خود تلگرام لیمیت میده و اصلا اجازه نمیده که دیگه با همون شماره دوباره اکانت تلگرام بسازید. بیشتر این کار بیشتر از 2 بار بیشتر نمیتونید تکرارش کنین، حواستون به این موضوع باشه وگرنه بند میشید. در مورد کد مورس هم بهتون گفتم، فرند هم بهتون گفتم، راهکارهای دیگر هم هستش. یه سری ویدیوهای جدید آینده به زودی براتون میذارم که روزانه چه حداکثر و حداقلش رو بهتون میگم که روزانه چه مقدار میتونید سکه همستر دریافت کنید. تمام مراحل بهتون توضیح میدم، خیلی آسون هستش. دمتون هم گرم تا اینجا ویدیو با من همراه بودید. بازم میگم اگه با چنلمون تازه آشنا هستید حتما چنل رو سابسکرایب کنید و زنگولش هم حتما رو آل بذارید که به محض اینکه ویدیو آپلود کردم شما بیایید ویدیو رو تشریف بیارید ببینید. اشتباه نرید، با لایک کردنتون هم از من حمایت کنید تا این ویدیو به افراد بیشتری نشون داده بشه. اگه سوالی چیزی هم هستش داخل کامنت ها بنویسید، من بهتون 100% جواب میدم. تا ویدیو بعدی، خدا یار نگهدار همگی.